من من حیث یک مسلمان تلاش میکنم، کوشش میکنم، سعی میکنم که یک کاری رو بکنم، اما نتیجه را در دست پروردگار میسپارم. من به این چیز ایمان دارم. نتیجه کار و مبارزه و زحمت ها اگر باشد زحمت درجه، من من حیث یک مسلمان ایمان به این دارم، من در پروردگار میتونم. اما تلاش و کوشش من برای رهایی یک زندانی، برای رهایی یک برادر از این ظلم و ستم، برای از بین بردن این رژیم تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، سعی میکنیم، اما نتیجه در دیگر جو حل میشه برادر. نباید ما امید بکنیم که انا ما 5 سال قبل نتیجه نداد نه رفتیم. نه برادر، وقتی میگه دل مرا سوی خطر گر میروی لرزان مباش. وقتی تو سوی خطر راه انتخاب کرد، راه مبارزه در مقابل رقیب نامرد، بسیار راه خطرناک است. در یک میدان ورزش وقتی میبروی در یک قفس داخل میشه،